امیر فرار کرده. او مجبور شد به خاطر جنگ وطن خودش را ترک کند. او اعضای فامیل و دوستان خود را از دست داده است. زندگی در آلمان کاملا متفاوت با زندگی گذشته اوست. امیر در یک ماحول غریب باید دوباره خود را پیدا کند. امیر با آدم‌های زیادی در ارتباط است ولی همچنان حس تنهایی دارد. او مشتاق دیدن خانواده‌اش است. به دنبال کمی راحتی است و تنها کمی آرامش می‌خواهد. علاوه بر این او گاهی اوقات حوصله‌اش سر می‌رود. برای همین دیروز با چند تا از پناهجوها الکل نوشیدند. روز بعد او سرگیچه داشت و چیزی از روز قبل به خاطر نمی آورد. اما عمران دوست امیر برای او تعریف کرد که امیر عصبانی شد و خودش را تلکوب کرده است. همچنین امیر یک سطل بزرگ کثافات را همین جوری برگردان کرده بود. او نمی توانست راحت مستقیم راه برود. آنقدر خطرناک بود که نزدیک بود با یک موتر تصادف کند. در نهایت هم در گل کثافت افتاد. همه به او خندیدند. امیر شوکه شده است. او اصلا خودش را این طور نمی‌شناسد. در حقیقت او یک فرد متعادل است، اما الکل او را برای مدت کوتاه تغییر داده بود. اما عمران می‌داند چرا. الکل یک ماده کیمیایی است. مقدار کمی آن می‌تواند حالت را بهتر کند، اما برای کسانی که بر آن عادت ندارند حتی مقدار کم الکل هم می‌تواند سبب عصبانی شدن و خارج از کنترل شدن شخص شود. مصرف طولانی مدت مقدار زیاد الکل می‌تواند باعث مرض شود. امیر به آلمان فرار کرده که در امنیت زندگی و کار کند. او نمی‌خواهد با وسیله الکل هدف خود را نابود کند. بنابراین او تصمیم دارد که در آینده بیشتر حواسش جمع باشد. برای جلوگیری از بی‌حوصله شدنش تصمیم دارد که بیشتر برنامه‌های تفریحی وقت آزاد اشتراک کند. شاید او هم پیشنهاد سرپرست کریم را برای گپ زدن قبول کند. و اگر دوباره امیر مشکل راجع به الکل داشته باشد می‌تواند به دکتر مراجعه کند. آنها می‌توانند به وی آدرس مراکز ترک اعتیاد را بدهند.